سلام، سید شرافت هستم. به چنل من خوش اومدید. ما اینجا درباره مسائل مختلف صحبت میکنیم. اگر که دوست دارید در مسائل شرکت کنید میتونید به دیسکورد بیاید و خب با ما که نه، من تنها هستم، با من صحبت کنید، با بچه‌ای که داخل چنل هستن صحبت کنید. اگرم که موضوعی در مد نظرتون بود که دربارش صحبت کنید میتونید اون رو توی کامنت ها بنویسید. و اگر که میخواید که یک موضوعی رو شفاف سازی کنید یا در مورد اون موضوع علمی دارید، میخواید که به ما اون علم رو عرضه کنید، با ما اشتراک بذارید، میتونید که توی کامنت ها برامون بنویسید. خب توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ بحثی که البته بحث کنم یک موضوعی داشتیم به عنوان سازماندهی بازار. یک موضوعی بود که حالا مثلا میگن که بچه‌ها، چون که چند تا ویدیو قبل گفتیم که مثلا تورم چطوری به وجود میاد و اینها، گفتن که ما اگر که بازار رو ساماندهی کنیم اصلا چیزی به نام تورم به وجود نمیاد. حالا سازماندهی بازار چی هست؟ ببخشید، سازماندهی بازار چی هست؟ سازماندهی بازار این هست که قیمت‌ها به دست دولت یا به دست یک سازمانی بیفته که اون سازمان فقط و فقط قیمت همه چیز رو معین کنه. دیگه ما عرض تقاضا دیگه برامون مهم نیست، دیگه مافیا نداریم، دیگه تفاوت قیمت وجود نداره و اون حالتهای تورم. وقتی که میخوایم یک بازاری رو ساماندهی کنیم، من از یکی از مثالها شروع میکنم. برای تمامی بازارها، تمامی جنس، اجناس، حالا کالاها، همه چیز تقریبا همینطوری صدق میکنه غیر از صنعت خودروسازی که اون رو توی ویدیو بعدی حالا میگم. حالا سازماندهی بازار اصلا چی هست؟ ما اگر که بیایم از قیمت‌های ثابت برای بازار استفاده کنیم و عرضه و تقاضا رو به صورت سازماندهی شده اعمال کنیم، میتونیم از این بازار ساماندهی استفاده کنیم. یعنی چی؟ مثلا من میخوام ماست بخرم، من شهروند میخوام ماست بخرم، برام فرقی نمیکنه برم از سوپرمارکت بخرم یا برم از هایپرمارکت مثلا کوروش بخرم یا مثلا برم از بازارچه بخرم یا برم از در کارخونه بخرم. هر کدوم که نزدیکتر بود که واسطای بیشتری هم در واقع میخوره، همون سوپرمارکتی، برای من راحت تره. اما اگه پولش برام مهم بود یا حجم انبوهی، مثلا مثل تن ماهی مثلا میتونم نگهداری کنم، مثلا میرم مثلا 50 تا دونه تن ماهی از کارخونه میخرم و هم دارم میارم. حالا هرچی، اینها قسمت های مختلف و واسطه های مختلف فروش هستن که باعث افزایش قیمت میشن، باعث تورم میشن، باعث میشن که احتکار صورت بگیره و و چیزهای مختلف. حالا سازماندهی بازار چی کار میکنه؟ میاد میگه که توی سازنده این محصول، مثلا ماست، توی گاودار، توی به اصطلاح حالا شرکت مثلا پگاه که تولید میکنه اون ماست رو، و توی خریدار، خب اینها همه با من چیز دارید، همه با من رابطه دارید و با همدیگه رابطه ندارید. یعنی چی؟ یعنی اینکه این شرکت اون سازمانی که میاد سازماندهی میکنه بازار رو، میاد میگه مثلا ماست میخواد تولید بشه، اول نیاز به خدمات تولیدی مثل شرکت پگاه داره و حالا یک سری مواد اولیه نیاز داره که مثلا گاوداری هست که میخواد شیر رو بده به اون شرکت. و این دوتا رو من میام مدیریت میکنم. یعنی چی؟ یعنی میگم که من از طرف دولت به اون کارکنان شرکت کنم اون گاوداری خونه میدیم، ماشین میدیم، غذا میدیم، کپون غذا، حالا دربارش صحبت میکنم.
کوپن غذا میدیم و میگیم که شما فقط در صورتی اینها رو دارید، تازه مثلا با کارت ملیتون فقط به صورت محدود تا جایی که دارید کار میکنید، کم کار کنید، رضایت چیز به وجود میاد به نام رضایت. تا وقتی که رضایت ازتون زیاد باشه، خوب باشه، اون حقوقتون که نمیشه گفت، اون سهمیه هاتون که میتونید برید خرید کنید بالا هست و اون امتیازاتتون بالا هست. اگر که بد کار کنید و امتیاز منفی بگیرید، سهمیه‌هاتون کم میشه. چرا این رو میگم؟ چون که مثل کمونیسم و حالا اون قسمت شوروی نشه و که همه برابر نباشن و همه برابر باشن و کسی رشد نکنه. طرف میگه من داره بهم میرسه، اون طرف داره کار میکنه، سودش به هر دوتامون میرسه، نصف میشه، من که نمیخواد دیگه کار کنم. اینطور اگه اینجا کسی کار نکنه نمره منفی میگیره دیگه، از حالا سنوات خبری نیست دیگه، نمیتونه یه چیزی رو تهیه کنه برای خانوادش. این که میگم خودرو، خونه، ماشین، خونه و حالا مثلا پوشاک، غذا، اینها، مثلا تلفن همراه هم هست. مثلا طرف اجازه داره که هر سال یه دونه تلفن همراه بخره با اون کارت ملی که داره یا هر چیز دیگه. بعد اینطور که بشه تمامی مردم سازماندهی بشن، دیگه چیزی به نام پول وجود نداره، نه تومن، نه ریال، نه دلار، نه هیچ چیزی به نام پول وجود نداره. چه اتفاقی میفته؟ اون حالا گاودار تأمین شده، حالا شیرش با تمامی کیفیت و کاملترین کیفیت داره میرسه به شرکت، شرکت هم براش همین اتفاق میفته، میرسه دست دولت برای فروش. دولت میاد اون جاهایی که خودش میدونه مافیا وجود نداره، اون جاهایی که خودش اون جاهایی که زیر مجموعه خود دولت هستن، میاد به اونها این کالا رو عرضه میکنه. میگه شما به ازای مثلا ماست مثلا نفری یه دونه در هفته اجازه دارن، اجازه که نه، یعنی نیاز دارن که مصرف کنن. مثلا یک خانوار مثلا 5 تا میگیره در هفته، یک خانوار مثلا پدر هست، مادر هست، فرزندم هست، بخاطر همین چند تا میگیره سریع تموم میشه. ولی هر نفر میتونه با کارت ملیش یه دونه ماست هر هفته یه دونه بخره. مثلا به عنوان مثال دارم میگم، مثلا اندازه حجمی و اینها خبر ندارم و خب نمیتونم اظهار نظر کنم، به طور مثال دارم میگم. و اون میاد خرید میکنه، خرید که نه، یعنی دریافت میکنه اون محصول رو و استفاده میکنه و اینجا نه قیمتی هست، نه تورمی هست، نه هیچ چیز دیگه ای. دیگه چیز به نام بازار طلا نداریم، دیگه چیزی به نام بورس نداریم که بخواد زندگی مردم رو خراب کنه. معاش بیشتر از 80% جامعه کامل میشه، دیگه اون قسمت ضعیف بودن جامعه رو دیگه نداریم و اون 3% ثروتمند به پایین کشیده میشن. چرا؟ چون اونا الکی دارن پول اضافه میگیرن. چرا داری میگیری؟ تو مثلا خونت از بقیه رنگین تره و از این قبیل. و در هر صورت اینطور در تمامی اجناس یک محدوده‌ای گذاشته میشه، محدوده خرید، که مثلا این فرد در این مدت زمان اجازه داره این تعداد اجناس رو، این جنس ها رو بگیره با این کارت ملیش و خب همه اینها رو دارن. در چه صورتی؟ مثل کمونیست نیست. در چه صورتی؟ در صورتی که بخوان کار کنن. میان مثلا معرفی میکنه طرف، مثلا مکانیکی بلده، مکانیک ماشین، الکترونیک، برق کاری، تأسیسات ساختمان هم بلده، به عنوان مثال برنامه نویسی کامپیوتر هم بلده. بعد اینها رو به دولت میگه آقا من اینها رو بلدم. دولت میگه چی؟ میگه خب اوکی اینا رو بلدی، الان من نیازت ندارم، الان من نیازت ندارم، هیچ گونه نیازی بهت ندارم. تو مثلا برو تحصیل کن، نمیگه آزاد باشا، میگه برو تحصیل کن، میگه برو فلان رشته فلان رشته فلان رشته یکی از اینا رو انتخاب کن، برو تحصیل کن، من بهت نون میدم. تمام اون قسمت هایی که نیاز داره، مثلا نیاز داره که مثلا یه لپتاپ داشته باشه، نیاز داره که مثلا هر هفته یک بسته برگ مثلا کلاسور بگیره، جزئیات برای همه چیز مهمه. توی سایت مثلا ملی، سامانه ملی من
مثلا میتونه زده بشه که هر چیز چه مقدارش برای چه کسی مورد نیاز هست، یا مثلا شما میتونید اعتراض بذارید که مثلا همین چیز خیلی کمه یا این چیز خیلی زیاده. و خب حالا هر چیزی فقط یک طرز تفکره و یک ایده است و خیلی خوب کار شده. من خیلی روش کار کردم، روش خیلی فکر کردم و خب این باعث میشه که هر کی هر چی میخواد داشته باشه. حالا دولت مثلا بعد از 2 ماه میگه که تو دارید توی این تحصیل میکنی توی این موضوع، نمیخواد تحصیلتو قطع کنی. خب تحصیلت رو یا کم کن یا نه قطعش کن. خود دولت میگه، خود دولت مثلا اون دانشگاه رو براش میذاره دیگه، مثلا چیزی به نام ترم تابستونه یا تحصیل مثلا 9 ماهه نداریم. میگه این ترم رو تموم میکنی، این واحد رو پاس میکنی، من بهت فلان مدرک رو میدم. دیگه مثلا چیزی به نام 12 سال تحصیل نیست. از 4 سالگی شروع میشه، 15 سالگی تموم میشه. دیگه اون فرد توی 15 سالگی چیزی به نام دیپلمش رو میگیره و در تمامی رشته هایی که دولت نیاز داره. دولت میگه امسال شما این تعداد دانش آموز هستید، الان 3 سال من بهتون وقت میدم تا 18 سالگیتون این رشته هایی که من نیاز دارم و حالا انجام بدید. انتخاب رشته میکنن. مثلا دولت میگه که من برای سن شما مثلا 1000 تا پزشک میخوام، 2000 تا مثلا چیش میگن حال تأسیساتی میکانیک اینها میخوام، مثلا 10,000 تا مثلا کشاورز میخوام، فلان مقدار فلان مقدار فلان مقدار. هر کسی طبق میلش و نیازش اون رشته ها رو انتخاب کنه. ممکن هم هست مثلا بمونه، مثلا 1000 نفر بمونن که هیچ رشته گیرشون نیومده و 1000 تا هم رشته بمونه که مثلا چیز شده، کسی انتخاب نکرده اونها رو و خب مجبورن اینا میفته به اونها. و خب مطمئن باشین که اگر که درست سازماندهی بشه این اتفاق یا نمیفته، یا اگر بیفته طرف وقتش رو تلف نکرده، یک حرفه‌ای رو یاد گرفته. و خب این 3 سال که 3 سال که زیاد هست، توی این 3 سال مثلا میتونه 3 تا حرفه رو یاد بگیره و خب وارد اون بازار کار بشه. دولت اینها رو انتخاب میکنه، به کارشون میگیره. یعنی دقیقا من مطمئنم که هیچ کس به صورت دائم سر یک کار نمیمونه، چون خیلی وقتا هست که یه کاری دیگه نیاز نیست، مثلا یه کاری نیاز هست، یه کاری پاره وقت هست. اون طرف مثلا دولت بهش، مثلا از دولت، از حالا پشتیبانی که مثلا دولت گذاشته، بهش تماس میگم شما فلانی هستی با فلان مهارت؟ میگه بله. میگه مثلا ما فلانجا نیازتون داریم. اسباب کشی کنم مثلا دست زن و بچه اگه داره میگیره میره تو فلان خونه مبله کامل، همون مبله‌ای که مثلا تو شهر خودشون بهش دادن، تو اونجا داره زندگی میکنه. میگه اوکی جمع کن، مثلا یه چمدون برمی‌داره میره یه جای دیگه مبله مثلا میره اونجا کار میکنه یا مثلا برمیگرده یا هر چیزی. و اینطور هست که دیگه کسی سر کارش بیکار نمیمونه، همینجور بره پاشو بندازه رو پاش بگه مثلا من اینجا کاری ندارم. هر کس کاری نداره دیگه کارش تموم میشه. میگه مثلا من زنگ میزنه به اون مشاور اون کارشناس دولته، میگه اوکی مثلا من اینجا کارم تموم شد، من مثلا یه کار دیگه بهم بده یا مثلا مرخصم کن. و اینطور نیست که کسی کارش دائمی باشه و بخواد از کارش خسته بشه. مثلا میتونه یه نفر درخواست بده، مثلا میگه من دیگه توان کار کردن فلان کارو ندارم، الان به هم تحصیل اجباری بدید برم مثلا فلان رشته رو بخونم، مثلا من به فلان رشته علاقه دارم، میتونم حرفم مثلا بهتر بشه. طرف میره این رو میخونه، درسش رو میخونه، واحدش رو پاس میکنه و میره اون کار رو برای دولت انجام میده و یک سری قوانین دیگه که الان فکر کنم توی این ویدیو نگنجه. در این صورت کشور دیگه چیزی به نام پول نداره. همه چیز دارن در صورت تلاششون. اگه تلاش نکنن ندارن، اگه تلاش کنن دارن. و اینکه خیلی جای بهتری میشه. طرف علم به علم علاقه داره ولی پول نداره، میتونه بره بگه من مثلا به علم علاقه دارم، میخوام بشم دانشمند، میخوام بشم مثلا دانش بنیان. میگه اوکی برو بشو. خب 100% مثلا شاید به ذهنتون بیاد مثلا طرف بگه مثلا من فلان میخوام بخونم، فلان میخوام بخونم، مثلا دولت میگه اجازه نه، دولت میگه که اجازه نداری، باید مثلا بین هر 1 سال تحصیل حرفت مثلا 4 سال کار کنی، خب تا بتونی حرفه بعدی رو یاد بگیری، اجازه بهت بدم بتونی حرفه بعدی رو یاد بگیری. یا مثلا طرف میگه که مثلا من توانای کار ندارم یا هر چیز دیگه ای،
این دیگه دولت میتونه تصمیم بگیره مسبب کنه مثلا اینها رو چی کارشون میتونیم بکنیم. در این صورت تمام اون نوجوان هم دیگه مشغله ذهنی درباره بازار کار نداره، اون پیرمردش هم دیگه مشغله ذهنی درباره این که من بخوام تو پیری چطوری زندگی کنم، بازنشستگیمو چی کار کنم دیگه نداره. طرف هر موقع مثلا تو سن 50 سالگی میتونه بگه من آقا من دیگه بس بازنشست، طرف و سن 80 سالگی 70 سالگی میتونه بگه نه من هنوز مثلا فلان کارو میتونم انجام بدم، منو بذارید تو فلان کار، باز هم کار کنه. هیچ مزایاش هم هیچ تفاوت، نه اینکه هیچ تفاوتی نداره برای کسی که بازنشسته شده و اینکه بخواد کار کنه هیچ تفاوتی نداره. مثلا بگیم حالا مثلا بره کار کنه که بیشتر گیرش بیاد، نه، چون بازنشسته شده کارش رو انجام داره. اون 30 سال کار هست، نه اینکه مثلا 30 سال 50 سالش شده باشه، باید 30 سال کار کرده باشه. و خب این یک نظری هست که مثلا من خیلی روش، خیلی که نه ولی خب روش فکر کردم، به نظرم خوب بود، قابل اجراست، خیلی از نکاتش گرفته شد با نظرات محبت آمیز شما. اگر که دوست داشتید میتونید نظر بدید باز هم، یا اینکه مثلا پارت های مختلفش رو بسازیم، یا اینکه تو دیسکورد دربارش صحبت کنیم، مثلا من ذهنیت بیشتری بخوام دربارش توی ذهنم بیاد و بخوایم دربارش صحبت کنیم. ممنون از نگاه شما. خدا نگهدار.